قبل از آنکه کودکتان به مکتب برود، وی مجبور خواهد بود تا حداقل 8000 کلمه را یاد گیرد. همه روزه و هر روز کودکتان کلمات جدید و راه‌های جدید برای اظهار احساسات خیش فرا می‌گیرد. ما می‌توانیم بگوییم که مهارت‌های لسان کودکتان رو به بهبود است و شما بهترین راه آن هستید کودکتان به چه مهارت زبان را یاد می‌گیرد. این فیلم درباره این که در آموختن خوب یک لسان و کسب شکل‌های گوناگون اظهارات به کودکتان کمک کنید. بعضی تصورات و نظریات را ارائه می‌دهد. در این فیلم ما اسرا و فامیلشان را در یک روز عادی تعقیب می‌کنیم. Merhaba, benim adım İsra ve 5 yaşındayım. Jeg bor i Aarhus med min far og min mor og min lillebror. Jeg snakker både tyrkisk og dansk. برخلاف آنچه که تعداد زیادی از مردم باور دارند، در حقیقت شما می توانید با صحبت کردن به زبانی که به آن خوب صحبت می کنید با کودکتان در آموختن زبان دنمارکی کمک کنید. فرقی نمی کند که این زبان ترکی باشد مانند این خانواده، یا عربی، ویتنامی، دنمارکی یا کدام زبان دیگری باشد. امیدواریم از تماشای این فیلم لذت ببرید. زندگی روزمره مملو از فرصت‌هایی است که به کودکتان یک لسان را بیاموزید. کودکتان کلمات زیادی را هنگامی می‌آموزند که شما صرف درباره اشیاء معمولی صحبت کنید. هنگامی که شما در منظم کردن تخت خواب، صفایی و نظافت و یا هم برس کردن دندانهایشان با وی کمک می‌کنید. زمانی که شما به کودکتان در پوشیدن لباس‌های خارج از منزلشان کمک می‌کنید، صحبت کردن درباره لباس‌ها یک نظر خوبی است. در این موسم آیا جاکت نازک گلابی خوب خواهد بود یا جاکت سرخ ضخیم بهتر است؟ آیا فرزندتان به کودکستان بوت‌های نسواری یا بوت‌های بنفش را خواهد پوشید؟ همچنان شما می توانید درباره این که لباس‌ها در لسان مادری و دنمارکی به چه نام‌هایی یاد می‌شوند صحبت کنید. Bunun adı ne? Danimarka'dası. Adı da Neymiş bunun adı? Bunun ismini hatırlamıyor musun? Çoklar. کودک شما زمانی کلمات جدید را خواهند آموخت و به خاطر خواهد سپرد که وی آنها را به زبان مادری Onu da خود buraya koy. و زبان دنمارکی بداند. Hayır. Böyle. این دو زبان یکدیگر خود را حمایه و پشتیبانی می‌کنند. Akşam yemeğine biz ne yapalım sence? Tam yerler. Başka? Koy. Çok mu seviyorsun? طوری که همین حالا دیدید، فرصت‌های روزانه بیشماری وجود دارند که شما می توانید به کودکتان فرصت شنیدن و استفاده از کلمات متعدد را فراهم کنید. Ver anahtarı. همان گونه که کودک شما به لسان مادری متنوع ضرورت دارد، وی به داشتن لسان متنوع دنمارکی نیز ضرورت دارد. کودک شما زمان لسان دنمارکی را هنگام بازی کردن با کودکانی که به لسان دنمارکی صحبت می‌کنند یاد خواهند گرفت. معلمین کودکستان‌ها تلاش می‌کنند تا به کودکتان فرصت خوبی برای انکشاف لسان دنمارکی وی داشته باشد. آنها با کودکتان با موضوعات مختلف کار می‌کنند تا به این صورت وی کلمات و اظهارات را که مناسب با موضوع باشد بشنود. موضوعات می‌تواند شامل همه چیز شود، از حروف الفبا گرفته تا اشیایی که می‌توان آنها را در جنگل یافت. موقع نان چاشت، کودکان و کلانسالان درباره آنچه در طول روز انجام داده اند و آنچه بعد از صرف نان انجام خواهند داد صحبت می‌کنند. Hvad er det ris hedder på tyrkisk? Pilav. Pilav. در کودکستان‌های متعدد فعالیت‌های خاصی برای کودکان زبان مادریشان و غیر از دنمارکی است وجود دارند. اسرا مشغول یک مسابقه سرگرمی درباره حروف اضافه است، مانند زیر، نزدیک، بالا و غیره.
Nästa på mig kom så ska jag stå stol. God idé. همچنان کارهایی درباره دانستن محتوی کتاب‌ها، مسابقات سرگرمی و ترانه‌ها وجود دارد. Men de hedder bare tre små bjørne. Gør det det? Ja. Nå. Tre små bjørne med guld og... Kan du ikke se det? Jo, guld og de tre bjørne hedder de. Fordi der er jo forskel på bjørnene. Hvad er forskellen? Det er store, lille, mindste. Ja, دانشی که کودکتان در این مرحله دریافت می کند، بعدتر زمانی که وی همین کتاب‌ها، سرگرمی‌ها و ترانه‌ها را یکجا با کودکان دیگر در کودکستان در می‌یابد مفید می باشد. Og så siger lille bjørn, mor, der er nogen, der så på min seng. شما همیشه می توانید از معلمین کودکستان کودکتان پرسان کنید که با زبان کودکتان در کودکستان چگونه کار می کنند. آنها همچنان به شما خواهند گفت که کودکتان در کدام فعالیت‌های لسان سهم می‌گیرند. شاید شما بتوانید بعضی از این چیزها را در خانه تجربه کنید. نظر خوبی است اگر کودکتان بعضی اوقات چند قطعه عکس یا اشیای دیگر را به کودکستان ببرد. برای مثال عکس‌های فامیلتان. عکس‌ها به کودکتان کمک می‌کند تا گفتگوی خوبی با کودکان و بزرگسالان دیگر در کودکستان داشته باشد. همکاری خوب بین شما و معلمین کودکستان کودکتان باعث این اطمینان می شود که کودکتان در آنجا به خوبی پیش خواهند رفت. تجربه های جدید کلمات جدید را به دست می دهد. به گونه مثال ذریعه سرویس شهری به ساحل دریا یا جنگل بروید یا از پارک های بازی جدید قبلا به آنجا نرفته اید بروید. همچنان شما می توانید از بعضی کتابخانه ها دیدن کنید جایی که آنها برای کودکان و والدینشان بدون هر گونه مصرف نمایشنامه ها ترتیب می دهند یا ترانه می کنند. مهمترین چیز برای شما و کودکتان آن است که درباره اشیایی که با هم یکجا تجربه نموده اید صحبت کنید. کودکان از طریق تجربه کردن آنچه که آنها قصد دارند کلمات جدید می آموزند. یکی از راه‌های خوب آموزش کلمه سیب به کودکتان این است که آن را دید، لمس کرد و بو کرد. شما همچنین می توانید به کودکتان بگویید که سیب میوه می باشد مانند ناک و مالتا. هر قدر که کودکتان درباره یک شی بیشتر بداند به همان اندازه به وی آسان‌تر خواهد بود تا آن کلمه را به خاطر بسپارد. رفتن به مارکت یک راه آشکار آموختن کلمات جدید می باشد. در آنجا کودکانتان می تواند با دیدن، لمس کردن و بو کردن اشیا تجربه کند که معنای کلمات چی می باشد و اشیایی که در عقب کلمات وجود دارند تجربه کند. همچنان شما می توانید با کلمات بازی کنید با سپردن کارهای کوچک مختلف به کودکتان تا انجام دهند. Pirinç unuttum, bana getirir misin? O zaman bu taraftan gideceksin. اما متوجه باشید که این کارها را به کودکتان بسیار مشکل نسازید. کمک کردن باید مملو از تفریح باشد. Aferin. Bunu da al. Aferin. Çok hafif olsa. Aferin. هنگامی که کودکتان در کارهای روزمره عملی به شما کمک کند، شما این فرصت را دارید تا کلمات بسیار زیادی به وی بیاموزید. اکثر کودکان از کمک در آماده کردن غذای شب لذت میبرند. در این صورت شما می توانید درباره غذایی که پخته می کنید، اجزایی که به آن ضرورت دارید و با آنها چی می کنید صحبت کنید. برای مثال، یک سیب که باید پوست کرده شود، به قطعات مربع شکل بریده شود و در روغن سرخ کرده شود. شما همچنان می توانید درباره وسایل مورد استفاده تان صحبت کنید. شما برای اندازه‌گیری نمک و روغن و یک قاشق چایخوری و جگ اندازه‌گیری و برای ریزه کردن کرم سرخ و یک کارت و یک تخته ریزه کردن ضرورت دارید.
Tavada mı tencerede mi? Tava. O zaman nerede tavamız? همچنان صحبت کردن درباره ظروف مختلفی که به چی نامی یاد میشوند نظر خوبی است و زبان مادری و زبان دنمارکی هر دو. Bunun ismi Danimarka'da ne olduğunu biliyor musun? Pen. İşte boşalt. Tam olmamış bak daha. Oo yakacak dedim. Verin ben. Çok mu sıcak? Ver ben karıştırayım. Hı? Aferin. Biraz daha kızar. هنگامی که اعضای فامیل جهت صرف غذا با هم یکجا می‌نشینند، شما می‌توانید به فرزندتان زبانی که بالای میز غذاخوری باید گفته شود بیاموزید. برای مثال، شما می‌توانید از کلمات استفاده کنید که در شما یا کودکتان برای خواستن چیزی به کار می‌برد. اکثر کودکان به یک اندازه کمک بزرگسالان ضرورت دارند تا بتوانند صحبت کردن درباره چیزها را آغاز کنند. شما می توانید با مطرح کردن سوالات به کودکتان در آغاز نمودن کمک کنید. مانند بهترین چیزی که امروز واقع شد چی بود؟ یا امروز چه مسابقات یا سرگرمی‌هایی را بازی کردید؟ این امر نیز مهم می باشد که به کودکتان کمک کنید تا آنچه را که وی صحبت کردن درباره آن آغاز کرده است ادامه دهد. شما می توانید با پرسیدن سوالات چون بعداً چی واقع شد؟ کودکان دیگر درباره چی گفتند؟ آن را انجام دهید. این گونه سوالات به کودکتان کمک می کند تا به شما بیشتر بگویند. در صورتی که کودک شما چیزی بگوید که کاملا درست نباشد، شما می توانید با تکرار درست آنچه که کودکتان گفت کمک کنید. برای مثال، اگر کودک شما می گوید من سیب خورد، شما می توانید بگویید آها شما سیب خوردید. کودک شما به این توانایی ضرورت خواهد داشت تا درباره اشیا با دیگران به گونه مثال زمانی که مکتب را آغاز می کنند با احترام صحبت نمایند. شما می توانید یک کتاب را به طریق مختلف مورد استفاده قرار دهید. شما و کودکتان می توانید قصه هایی را بگویید که بر اساس عکس های کتاب ساخته شده باشد. مهمترین نقطه آن است که شما و کودکتان در عین زمان یک تجربه را سهیم شوید، در حالی که هر دویتان از زبان استفاده می کنید. هنگامی که شما کتاب را آغاز کنید که کودکتان قبلا آن را ندیده است، شما می توانید به جلد کتاب نگاه کنید و درباره آنچه در کتاب واقع می شود صحبت کنید. این به کودکتان اجازه خواهد داد تا در قبل از خواندن کتاب به صدای بلند توسط شما درباره آن چیزهایی را بداند. یک نظر خوب این است که تا به کودکتان یادآوری کنید هر آن چیزی که وی نمیداند باید آن را بپرسد. بابا bu ne? Kızım o bal kabağı. Ha, bal kabağı. He, bal kabağı oldu. Görüyor musun? Darmakçıda da kaskar. خواندن عین کتاب چندین بار کار خوبی است. کودکان دوست دارند تا همان قصه را بار بار بشنوند و تکرار کردن به کودکتان کمک می‌کند تا زبان جدید را یاد بگیرد. همچنان شما می توانید از حرکات فیزیکی در زمان خواندن یا دیدن به کتاب‌ها استفاده کنید. به گونه مثال İsra Gullak niye böyle korkmuş? Ne oldu aşkım? Ayılar شما همچنان می توانید از کودکتان بپرسید اگر وی دوست دارد تا در گفتن قصه به شما کمک کند. امیدواریم توانسته باشیم تا بعضی نظریات و تصورات درباره کمک کردن به کودکتان در آموختن کلمات جدید و راه‌های جدید اظهار احساسات وی برایتان داده باشیم. با موجودیت شما به حیث یک سرمشق نمونه، کودکتان به سوی توسعه و انکشاف مهارت لسان‌های مختلف و پیش می‌رود که می‌تواند برای وی یک مزیت عالی باشد، هم در حال حاضر و هم بعداً در زندگی.